نخواهد که در شرایط آسایشته به گرسنگی و اذیت کشیدن خلقمان را دهیم. بنابراین به تمام مردم شریف تاجیکستان از جمله شما حاضرین گرامی مراجعت میکنم که به جای باور کردن به هر گونه شخصان هنگامه طلب و خریداری مقدار زیادی محصولات خوراکی و قاعده‌های بهداشت شخصی، تازگی و آزاد نگاه داشتن منزل زیست، جای کار و محل اقامت خود اعتبار جدی دهند. یعنی گیگین شخصی و جمعیتی را رعایت کردن نکنند. چرا آوازه دروازه وای میکنیم؟ برای چی تیز باور میکنیم؟ زود باور هستیم. ساده نه، زود باور میکنیم. به هنگامه، به افسانه، چون که ان همین جدم سطح پستی معرفتناکی و بیسوادی است. این اول، دیگر چی خرافات. سالی بود که در شهر دوشنبه در یک شبانه روز 280 تن نان میپختیم، مردم را نمیرسید. در یکی از سفرها من بودم، معلومات دادن که در شهر دوشنبه 80 تن آرد مانده است. چیکار کنیم؟ من تمام این دولت آن دولت را پرسیده وای کردم، کسی کمک نکرد. یک تانه طلا داشتیم. من طلا را به آرد عوض کرده همون شبانه تشکیل کردم، با واسطه طیاره ها به دوشنبه آرد آوردم که مردم گرسنه نمانند. این کارها هنگام جورا همون طایفه مردمی هست که نه مسلمانیشان معلوم است، نه دنیویتشان. در جهان اسلام در وقت عید و جشنها، عید سعیدی رمضان و عید قربان، تمام نمود محصولات ها را تا 40% ارزان میکنند که بیشتر ثواب گیرند، ثواب بیشتر گیرند. و در ما برعکس تاجرها و ما خدا میگه که هر چی زودتر جشن بگیم که عید سعید فطر و قربان بیاید و نرخ ور دارند، درآمدی بیشتر گیرند. اینا مسلمانیم. یعنی مقاله همون گرز سوزد و دیگ جوشد. همه گونه بیماری های استراحتی در نتیجه رعایت نکردن قاعده های بهداشتی و تازگی پنهان می شود. پیش از همه سلامتی هر یک شخص در دست خودش است. بعد اون مرحله دیگر که گذشت، بعد دکتر را مراجعت میکنیم، دیگر میکنیم. و هر شخصی که خودش را نگاه میکند، عائله خودش را تازه آزاده نگاه میکند، با یگان کسل گرفتار نمیشود. عصب آرام باشد در عائله، زیدگی خوب باشد، یک بریده نان خاک باشد و آبی ورزاب و صحت سالم باشد. کدام مریض را، کدام شخصی که دم مرگ است پولش رهانده است، ماشین قیمتش رهانده است، کی را؟ مرگ که آمد نمیگوید تو پرزیدنت هستی، ملا هستی، صاحب کار هستی، میبرد دیگر. برای همین تکرار به تکرار میگویم، شما من از همتان از عائله دست و پنجه شستن. من نگاه میکنم تلویزیون قطعتان نشان، خیلی سالایی که بود مادرای ما کردن، خمیر کردن، دست و پنجه شان میشوشن، چی که بود. لیکن زمانه دیگر است که حالی هست چیزهای دستپوشی، یک کرته پوشیده مست خمیر میکنیم، سمانک میکنیم، میپزیم و میکنیم، گرفته احتیاط کردن در کار. حتی نمیشان میتیم در جایی که نمایش ها است، خوراکا را نگاه کردن و تیار کردن مذاکره که احتیاط کنیم که به دیگران ضرر یا کسل اینفکسیونی پهن نکنیم. این از خود ما وابستگی دارد. و دولت تمامی چاره ها را میبیند که تامین امنیت ملت و دولت خود را، سلامتی آن را نگاه دارد. تمامی تدبیرات، نه اینکه یک بستنی مکتب یا اینکه دیگر. و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن حاجی ها را بستند. برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان. اکثریت مکتب ها را چهارمینه های بین المللی را قطع کردند. برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهروندان. ما در یک جایی اگر آنچه که من امروز گفته ایستادم، طبیبان متخصصان گام میزنند رعایت کنیم، در عائله از عائله سر میشود، از خانه و در کاشانه، از شهرک، از محل زیست تازه و آزاده باشد،
ягон инфекция наздики мо у шумо намешавад. мо мардуми тоҷик зебопарастем. наврӯз зебоипарастиро талаб мекунад. аслаш зебоипарастӣ аст тозагир аст, озодагиро мепарастад. таъкид месозам ки ба ҷои оростани дастурхони пурдабдабаю намоишкорона ва гузарондани маъракаҳои зиёдатӣ ба таъмиру